برادران و خواهران مسلمان، بارها تکرار شده که از همین کلمه مغفور و مرحوم خودداری بکنید و همین لقب‌های خود بافته و خود ساخته خود دور بندازید. مغفور و مرحوم یعنی که بخشیده شده، مغفرت شده. و یا این که میگن مرگ نابهنگام، مرگ نابهنگام یعنی که مرگش پوره نشده بود. آیا شما میدانید که میت بخشیده شده یا الله؟ آیا شما میدانید وقت مرگش پوره شده یا الله؟ و این لقب‌ها و کلماتی است که از طرف صوفی‌های گمراه پایه‌گذاری شده که اونها بسیار خوش دارن لقبه. که یک مولایشان مرد، یک مولای قبرپرستشان که مرد، بر از او الحاج مفتی و شیخ الحدیث و القرآن علامه زمان مولانا الحاج فلانی مرحومی و مغفوری گفته میرن. و همین امروز در بین عوام هم رواج پیدا کرده معاذالله که در کارت ها و در ادلایه ها و پست های فیسبوک و برنامه های مجازی هم رواج پیدا کرده. پس برادر و خواهر مسلمان، از الله بترس، با چنین لقب و با چنین کلمات خود را وارد جهنم نساز.